رجبالی بچه من کور شدم دیگه. مادری من حق حقوقی نداره که یک اوی تارتش بدی. Kampira ay isnişte usış nazdiktar ayda. Uf. Kelin. Kelin. O Kelin. لبای آخی بیام رشته دستوزن گذارون چشمم دیگر نمیبینه. خدا گیره چشم کوری من دیگر نمیبینم. کار دارم خلا. دلم تنگ شد آخی. در چشمم دیگر کور کرده دیگر نمیبینم آخی. کار دارم خلا. اوچه جونی ما با همین کاراتون ها اوچه من 1000 بار میگم که اوچه جان ببروین همین هوای تازه در دم بگیرین استراحت کنین. اگر رو تماشا کنین یک بروین همسایه قد یک 4 تا صحبت کنین میوین کورپاچه را میگیرین میدوزین کرتا را میگیرین میدوزین خالی نمیگیرین بیا چی میکنین وقتی دمگیری تو نه اوچه جونی من آیم چیکار کردستین؟ رجبالی بچه من کور شدم دیگر نمیبینم کسالی قند مرا کور کرده بچم دیگر رشته دستوزن انداختن نمیتون. بیا ما میگذارم اوچه جان کسال مرا کور کرده کسالی قند. اوچه جان 100% خداوند عمرتون دراز کنه یگان کمبودی ندارین اوچه این آزی من خدا میگذارم فقط شما زیقی نکنین جانم شوین نمیبینم دیگه ای درد کوری کور کرده من. نه من رشته رای سوزن نمیگذارم چون دلی مادرم برای نابینا شدنش میشکنه برای جوانیش دست دادنش میشکنه برای بیمار گشتنش میشکنه. نه بالله زند شام کور شده چی؟ رجبالی بچم چشمای تم نمیبینه. من نتونستم اوچه جون من شما زیقی نکنین بیناییش شما 100% یگان کمبودی نیست فقط این سوزن خودش عیب داره معده بدای نمیشه گذرونده اینه من نمیتونم اینه. خدا با شکر با ما میگم که کسالی قند مرا کور کرده خدا با شکر که عیب سوزن بده بچمی. اوچه جون اگه میخه چشمای شما انشالله که ای چشمای ما خوبتر بهتر میبینه شما در شب رنگی روز میبینین اوچه اینجا فقط چی پرابلمه اینه می سوزن برای همه اوچه جون انشالله ما امیدواریم که خداوند عمرتون دراز کنه ولی تویای نبیروتون میبینین با فرزندای نبیروتون میبینین برای همه زیقی کردن در کار نیست اوچه آزی من خدا میرم رشته و سوزنی دیگر میارم موافق میارم بگیرین کارتونا بکنین که شما آرام نمیگیرین ها. مایل اوچه مایل سوزنی نغز بیار که ما بینم رشته گذارونده تونو. خوب اوچه مایل بچه خواهران مادران و پجانکای ما امروز من نفر شما را توصیه میتونم که در خانه بشینه و معاش یک ماهه همی پجانی ما 25000 سومانی قانونی بالا ای یعنی الیت دایرکت شرکت فابریک اپای مدینه جان
من مادر 3 فرزند هستم. خدا با شکر که برابر کارهای خانه و برابر تربیت فرزندانم باز در کمپانی فابلی کار کرده هر 21 روز زیاده از 25000 تومان معاش میگیرم. اگر شما هم خواهیتون از خانه نبرآمده معاشای خوب گرفتن، مرحمت نمره واتساپ من بنویسید، من به شما همه معلومات روان میکنم. دخترها فروخته گشتن به شما لازم نیست، دانستن زبان روسی هم در کار نیست، معلومات عالی لازم نیست. دخترها من از خانه برآمده نمیتونم برای که کودکای خردسال دارم. دخترها من یگان وقت بار نمیفروشم، یعنی که از من شما نمیتونید که بار خریدن برای کمپانی فابلیکا من نمیفروشم، ولی من از کمپانی همین قدر معاشای خوب میگیرم هر 21 روز. برای همین دخترها فروخته گشتن این گپای کهنه میتونید که شما نفروشتن، از خانه نبرآمده میتونید که معاشای خوب گرفتن. معاشای خوب گرفتن من شما یاد میتیم و پیش شما در اینترنت کتیم نفروشتن میشود دخترها. برای همین میتونید که واتساپ من بنویسید، من شما با معلومات روان میکنم. شما همه معلومات گوش کرده وقت خارگیتون با اگر که کار معقول شد من شما نامنویس کرده یاد میتیم، دستگیری میکنم تا معاشای بلند برآمدنتان یاردم میتیم، تا دیرکتور شدنتان خدا خواهد دستگیری های کلان از طرف ما میشود. دخترها وقتی که شما تیز دیرکتور میشویدن از طرف کمپانی 20000 تومان شما گرفته میتوانیدن با از طرف نستانیکاتان چلاهای تلو. شما آرام نمیگیری ها؟ مایل خاموشه مایل سوزانی نغز بیار که ما بینم رشته گذرانده تونو. خاموشه مایل بچه. خدا با شکر که ای بی سوزان بده یه قضیه شدیم که کسلی قند مرا کور کرده. خدا با شکر، هزاران بار شکرت خدا جانی. ها مردک چشمای شما رو رنگ یا چطور نابینا شده که رشته رای سوزان گذرانده نمیتونین. ای زنکی ساده، زنکی ابله، دستات میشکنه همین سوزانم رای بگذرونی؟ ها؟ بی عقل، من چشمم 100% میبینم فهمیدی؟ 2 کیلومتر دورا میبینم، یکی من به خاطری رشته را در سوزان نگذراندم که مادر کسل بودنش حس نکنه، مادر نابینا شدنش حس نکنه، مادر جوانی شایدست دادنش حس نکنه. میفهمی؟ مادر تمامی هستیش تمامی نیروش به خاطر ما صرف کرد، به خاطر خوشبختی ما و تو صرف کرد. شب شب نگفت، روز روز نگفت، برای فرزندان محنت کرد، زحمت کشید. و امروز ببین چشماش از دست دادی، سلامتیش از دست دادی. حتی کلینی ابله باشه عقل نمیگیره که یه رشته را سوزان بگذرانی. حالا که 18 سال ما را خران پشان کلان کرد و امروز ما در خدمت تیم و مادری ما حق حقوقی نداره که یک سوزان تو بگذرانی. ها؟ مادری ما حق حقوقی نداره که یک اوی تورتش بدی. فراموش نکن در حیات، در زندگی هر یک نفری ما خوازنیم خوامردیم چی کاری میکنیم، چی چیزی که میکاریم همون حاصلی کاریدگی مونه یک روز نه یک روز درو میکنیم. ترم یک روز خوشنامن میشه، ترم یک روز مادر میشه، بعدا هم خیلی بی‌قدریت میکنن. میفهمی؟ برای نبینیم تا اینجا. رجب علی ایبرانی